ما را امروز یک چیز فریب داده است. انمی نفسی پلید ای کجا میاوم ای کجا میخرم چی کار میکنم در حق همین نفس هستیم. همین قصه را میکنیم ان شاء الله سخن به پایان میرسونیم. میگه یک روز حضرت سلیمان علیه السلام در لب بحر ایستادگی بود که دید که در بیابان یک مورچه یک گندم بسیار به اذیت کشان آورده ایستا است. وقتی که اون حالت دید نظارت کرد که به لب بحر اومده است، حاضر همه آب شلفه میتیه و اینا میبره از بین میکشش میکنه. در همون حالتی که به لب بحر اومد میگه از درون دریا یک قورباغه ورمد دهنش باز کرد، مورچه قطعی گندم داخل دهن قورباغه شید، قورباغه در آب پرید رفت. حضرت سلیمان گویی چی سیر باشه؟ همونجا توقف کرد. لحظه پس میگه قورباغه اومد دهنش باز کرد که مورچه ورمده حرکت کرد. که حضرت سلیمان که لفظای اونها را میدونست ایستاد شو گفت ایستاد گفت این چی سیره؟ گفت که من از جانب خداوند موظف شدگیم وظیفه دار شدگیم که هر روز یک گندم میارم بلوی بحر، این قورباغه در دهنش میگیره به تای بحر میبره. در اونجا یک خرسنگ که او خرسنگ کف داره، در درون کف خرسنگ یک کیر مکی چشمکاش کورند. من همین گندم در دهنی هم میگذارم با میارم نه هوی میتمن میرم. وظیفه من همیه. سلیمان گفت ای سلیمان یک کیر میکی در تای بحر چشم نداره، خداوند هر روز رزق او را میاره میرسونه. تو چی غم میخوری برای اشکمت؟ میگی برای اشکمکا تو غم نخوری. خدا خلقت کرده است، او رزق دادن وظیفه خدا هی، او رزق برای شما میتیه. به همین خاطر به خاطر این نفس این چیزها عبادت خدا را ترک نکنه که والله قسم به خدا هی به این سرنوشت گرفتار میشه، او روز پشیمان حسد میکنه دیگه فایده تو نداره.